به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز، علل خصوص وکلای محترم، به ویژه وکلای جوانتر یا به اصطلاح کارآموزان عزیز. در خدمتتون هستیم با برنامه چهارچوب، کاری از کانون وکلای دادگستری استان قم که قصد داریم از تجربه وکلای با سابقه برای شما وکلای جوانتر استفاده کنیم. امروز در خدمت جناب آقای سعیدی هستیم، ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان قم و بنیانگذار و مؤسس کانون وکلای دادگستری استان قم با قریب به 4 دهه فعالیت در عرصه وکالت. جناب آقای سعیدی، خیلی خوش آمدید. باعث افتخار ما هست که شما استاد عزیز، استاد خود من بودید البته، که امروز در خدمتون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و سایر همکاران وکلای پای یک و کارآموزان. بعد من مقدمتا لازم میبینم که هفته اسفند رو روز استقلال کانونهای وکلا رو خدمت همه همکاران در کل کشور، به ویژه همکارانمون در کانون وکلای قم تبریک بگیم. حضرت علی مستحضر هستیم. قبل از لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کانونها با وکلا زیر نظر وزارت عدلیه بودند. در سال 1132 لایحه مجلس برده میشه که کانونها به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل شناخته بشن، به این معنی که هیچ بودجه از هیچ کجا دریافت نمیکنن، خود انتظام هستن و خودگردان. طبیعی استقلال وکلا، استقلال کانون لازمی شغل وکالت. چه بسا بسیار پرونده های ما داریم که طرفش دولت هست. اگر اون استقلال وجود نداشته باشه، طبیعیه که وکیل نمیتونه اونطور که شاید و باید از حقوق موکلش دفاع کنه. استقلال وکیل و استقلال قضات دو اصل اجتناب ناپذیر در یک دادرسی عادلانه و منصفانه است. مطلبی فرمودید در رابطه با وکلای جوانی که پا به عرصه وکالت میزنن. شخصا وکالت رو بنده به عنوان یک شغل بهش نگاه نمی‌کنه. وکالت یک هنره، یک فن هست، یک فضیلت هست. با این توضیح که خداوند افرادی رو با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در وجودشون هست، مسئولیت‌ها رو بر عهده‌شون می‌گذاره. یه عده فرض کنید که تو رشته پزشکی مسئولیت به عهده‌شون هست، یه عده مهندس هستن، یه سری شغل آزاد دارن. خداوند اون آدمایی رو که به عنوان وکیل انتخاب میکنه، این ظرفیت رو، استعداد رو در وجودشون میبینه که این مسئولیت سنگین رو به عهده‌شون میذاره. اولا پس باید این وکلایی که پا به عرصه وکالت میذارن قدر این شغل و منزلت این شغل و جایگاه این شغل و شأن این شغل رو واقعا باید رعایت بکنن. یعنی این امانتی که خداوند به عنوان این فضیلت در روی و مسئولیت که به عهده اونها میذاره. من یه توضیح مختصری شاید لازم باشه بگم. وکیل در همه جا وکیل هست. پزشک فقط تو مطب شاید پزشک باشه، تو اتاق عمل بتونه اون تخصصش رو به مردم و خدمتش رو به مردم ارائه بده. اما وقتی که ما تو خیابون میریم که ممکنه سوال حقوقی داشته باشه، در مغازه‌ای میریم سوال حقوقی دارن، وکیل آماده است همیشه و همه جا به عنوان یه نماد که مدافع هست، کسی که تقریبا قانون رو خونده و قانون رو بلد هست، مردم رو راهنمایی میکنه. پس قدر این مسئولیت رو باید بچه‌ها بدونن، همکارای ما بدونن که حتما هم همینطور هست. این که فرمودید که چی باید بدونن، چجور شروع بکنن. من مشخصات یه وکیل خوب از دید خودم دارم میگم، از نگاهی که تو این چند سال تجربه‌ای که داشتم، چند سال سابقه‌ای که دارم، چند سالی که وکالت کردم. وکلا اولا حافظه بسیار خوبی باید داشته باشه، سرعت انتقال بسیار بالایی باید داشته باشه، که چون توی دادگاه یک فرصت به من داده میشه، یک تایم مشخصی از وقت رسیدگی هست. از این
افرادی که باید بسیار با مطالعه باشن، که بتونن سریع این سرعت انتقال رو داشته باشن، حافظه بسیار خوبی باشن. تو لحظه من باید جواب بدم، برخلاف قضات که وقت دارن برای تصمیم گیری. پس لازمش اینه که اول مطالعه داشته باشم، پرونده رو خوب با دقت بخونم، تمام زوایای پرونده رو با دقت توجه بکنم، خوب بشنوم، خوب دقت کنم تو شنیدن، نه اینکه عجله جواب بدم. یعنی قبل از اینکه بخوام پاسخی بدم خوب سوال رو ببینم، قبل از اینکه بخوام تو دادگاه شرکت بکنم خوب مورد شکایت یا دادخواست رو مطالعه کرده باشم. اینها لازمش اینه که تلاش بکنم. خیلی از همکاران ما هستن مراتب بسیار بالایی داشتن، ولی وکالت یه دنیای دیگه است، یه عرصه دیگه است. مطالعه بله، تئوری بله لازمش هست، اما کافی نیست. تو وکالت واقعا باید کاربردی انجام بده. به نظر من باید واقعا میگم به این مغرور نشن که من نفرات برتر دانشگاه بودم، نمرات بسیار بالایی تو دانشگاه داشتم، تو تئوری خیلی قوی هستن، ولی لازمه این که بتونن ازش تو حرفه وکالت استفاده کرده باشن، اینه که کار عملی کرده باشن. این دوران کارآموزی که شروع میشه صرفا تشریفات نیست، یعنی به نگاه این که فرض کنید یه تکالیف رو انجام بدن نیست. واقعا بعد تو دادگاهی که شرکت میکنن، تو جلساتی که شرکت میکنن، نحوه دفاع رو بیاموزن. اون اعتماد به نفسشون هرچی بیشتر تو این جلسات، نه به عنوان تشریفات، واقعا برای اینکه یاد بگیرن، برای اینکه اعتماد به نفسشون بره بالاتر، برای اینکه بتونن نحوه دفاع رو خوب یاد بگیرن، اینه که دقت بکنن، جزئیات رو حتی دقت بکنن. شما چندین سال خود حضرت علی از وکلای قدیمی هستین، میدونین شاید یه جمله، یه کلمه، یه فعل روند پرونده رو عوض بکنه. پس باید دقت بسیار بالایی داشته باشم با مطالعه بسیار زیاد. جناب آقای سعیدی، الان یک شخصی از دانشگاه اومده بیرون، آزمون وکالت رو داده، خب الان پروانه رو گرفته، داره کارآموزی میکنه و میخواد وارد دادگاه بشه، وکالت بگیره، وارد دادگاه بشه. الان باید روی کدوم یکی از مهارت‌هاش بیشتر سرمایه گذاری بکنه؟ عرض کردم اون که تئوری رو بلده لازم هست، اما کافی نیست. نحوه دفاع فرق میکنه، که کجا از چه موادی استناد بکنه، استدلال بکنه. صرف مستند کفایت نمیکنه، چون خیلی مسائل خصوصا تو مسائل حقوقی استدلال هست. استدلال بسیار میطلبه که طرف قدرت استدلال بسیار بالایی داشته باشه. وکیل باید قدرت استدلال داشته باشه. به خاطر همینه تو یک کیسی که حضرت علی فرض کنید که وکیلی یه طرف هستید، بندم وکیلی یه طرف هستم، اون تفسیری که میکنید، استدلالی که میکنید، هر کدوم قوی تر باشه، به اضافه مستنداتش که هر کدوم مستندات بهتری داشته باشید، استدلال بهتری داشته باشیم، خب مشخصه اون کسی که استدلال بهتری داره، مستندات بهتری داره، اون تو پرونده حاکم میشه و حکم به نفعش صادر میشه. شاید تکراری باشه که اینو عرض میکنم، پرونده رو باید با دقت واقعا خونده باشه، بدونه فروض مختلفش رو پیش خودش قبلا مرور کرده باشه، و قبل از حتی اینکه بخواد تو جلسه قبول وکالت بکنه یا در جلسه دادگاه شرکت بکنه، موکلش رو باید بخواد سوال جوابای بسیار زیادی ازش بکنه. یعنی خودش به عنوان فرض کنید، تصور بکنید که طرف خودش رو در جای اون قاضی بذاره، از موکلش بپرسه، اول ببین اصلا راست میگه، مستنداتش اینقدر کافی هست که بتونه در دادگاه ازش دفاع بکنه. یعنی به تعبیر بنده اینه که خودش قبلا بشینه جاش رو عوض بکنه. سوالاتی که اگر طرف مقابل ازش کرد، فروضی که شاید طرف مقابل ازش بکنه، اینها رو باید اینقدر تمرکز داشته باشه که تو دادگاه بتونه جواب بده و به بعدم واگذار نکنه که بگه بعداً لایحه میدم. یعنی آمادگی کامل داشته. یکی از آفت‌هایی که الان گریبانگیر این کارآموزای ما یا وکلای جوان ما هستن، به مجرد اینکه پروانه کارآموزی رو میگیرن شروع به کار میکنن، پرونده هایی که شاید هنوز تجربه کافی برای دفاعش رو ندارن، تعداد پرونده هاشون هم زیاد میشه.
اینه که اصلا فرصت مطالعه پرونده یا فرصت مطالعه، فرض کنید که قوانین جدید، آرای وحدت رویه جدید رو دیگه ندارن، فقط درگیر پرونده است و از مطالعه و دقتش ارزم به شما کاسته میشه. توصیه من این هست، از کردم قبل از اینکه حتی وکالت رو بگیره از موکلش، خودش باید بشینه و موکلش رو سوال جواب بکنه. اگر به این اقناع رسید، به این اطمینان رسید که مستندات موکل درست میگه، موکل راست میگه. خیلی ها هستن فرض کن ما ظاهر رو میبینیم، 4 تا سند رو میبینیم، یا فرض کن دلایل ظاهری رو میبینیم، وقتی که سوال و جوابی که از موکل میکنیم خیلی هاشون واقعیت نمیگن، حق نمیگن. شاید سند دارن، شاید مدرک دارن، شاید مستندات دارن، ولی واقعا ذی حق نیستن. همینه که ما تو دادگاه که میریم با بحران مواجه میشیم، چون بعد خود وکیلی که به علم برسه. وقتی که خودش به علم نرسیده نمیتونه دفاع بکنه، وقتی که خودش اعتقادی پیدا نکنه به اینکه موکلش حق داره نمیتونه دفاع بکنه. اول خودش باید به اون اقناع برسه، خودش علم براش حاصل بشه که موکلش حق داره. وقتی که این اطمینان رو پیدا کرد، دنبال دلایل مدارک و مستندات قانونی باید بگرده. جناب سعیدی ببخشید، یعنی منظور شما این هست که اگر کارآموزی یا وکیلی یک پرونده بهش مراجعه کرد، یک شخصی موکلی بهش مراجعه کرد، پرونده رو براش توضیح داد، این وکیل اگر با خودش سوال جواب کرد، خودش رو جای هر دو طرف گذاشت و به نتیجه نرسید، آیا صرفاً این که بگه من این پرونده رو بگیرم، یک پیش پرداختی بگیرم، خب از اون ور جنبه مالی براشون داره، از یک طرف دیگه خب ممکنه سابقه اون وکیل، به نظر شما این کارآموز الان باید این پرونده رو بگیره یا نگیره؟ من عرض کردم، ما اگر بیایم نگاه بکنیم که وکیل این شغل وکالت رو انتخاب کرده به عنوان یه شغل برای امرار معاش، خب متاسفانه این شکلی که هر پرونده رو ممکنه بگیره. اما اگر ما بیایم نگاه بکنیم، از این دید نگاه بکنیم که حرفه وکالت، بله اون وکیل نیاز داره که امرار معاشی داشته باشه، زندگیش اداره بشه، ولی هر پرونده رو قرار نیست قبول بکنه. چون هم باعث بی‌اعتمادی اون موکلش پیش میشه، به وکیل میشه، بعد این در جامعه پخش میشه. این فرهنگ این که وکیل فقط دنبال پول هست، بعد تو ذهنش، از ذهن مردم، از تو جامعه ارزم بزرگ شما بیرون بره. الان تو جامعه متاسفانه این هست که وکیل فقط دنبال درآمد هست، در حالی که اینطوری نیست، واقعا اینطوری نیست. من خودم، خب شما فرمودید، قریب به 40 سال وکالت میکنم. فکر میکنم تعداد افرادی که خیلی مراجعات همه نوع وکالتشون انگشت شماره تو ایران. بله. خیلی هم ارزم بشه، همه جور پرونده هایی رو هم داشتم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه. این دید جامعه رو باید ارزم بزرگ شما عوض کرد، دید موکل رو عوض کرد که وکیل صرفا برای پول نیست که واقعا وکالت میکنه. وکیل وظیفه، مسئولیتش این هست، حالا چه مسئولیت قانونی، چه مسئولیت حقوقی، چه مسئولیت شرعی، چه مسئولیت اخلاقی و وجدانیش، اینه که از حق دفاع بکنه. حضرت علی بهتر میدونین که وکالت از معدود شغل‌هایی هست که در شروعش قسم میخورن، خیلی معدود هستن. اون هم چی رو وثیقه قرار میده؟ یعنی شرافتش رو وثیقه قرار میده. نمیگه خونمو، نمیگه فرض کن املاکمو، نمیگه داراییمو، نمیگه کارخونمو، میگه شرافتمو. یعنی بزرگترین چیزی که یه شخص میتونه تو زندگی داشته باشه اون شرافتشه. پس برای پول نباید باشه. بله خیلی از وکلای ما هستن که در مضیقه مالی هستن، ولی این دلیل نمیشه که هر پرونده ای رو ما قبول بکنیم. باید ببینیم واقعا حق داره تا پرونده ای رو بپذیریم. حالا چرا مثلا وسط راه متوجه بشیم؟ ما قبل از قبول وکالت باید به اعتقاد برسیم که واقعا موکل حق داره تا بتونیم وکالتش رو بگیریم، چون اگر اعتقادی نداشته باشیم دفاع هم نمیتونیم بکنیم. جناب آقای سعیدی، یکی از یه سوال یه خورده سخت میخوام بپرسم. بزرگترین اشتباهی که یه کارآموز تو سال اول کارش میتونه انجام بده و موقعیت خود اون وکیل یا حرفه وکالت رو به خطر بندازه چی میتونه باشه؟ قبول وکالت هایی که هیچ تجربه هنوز توش نداره.
بزرگترین آفت، بزرگترین آسیب رو میزنه، به هم به شخص میزنه، شخص موکل میزنه، هم به شخص خود وکیل. شاید در نگاه اول ببینیم خب این وکیل، میگن این کارآموز یا اون وکیل جوان 10 تا 20 تا پرونده داشته باشه، ولی واقعا شاید این 10 20 تا این کارنامه‌اش رو خراب میکنه و برای خودش هم مشکل درست میشه و برای اون موکلش هم، موکل هم به دردسر میندازه و اونو دچار بحران میکنه. جناب آقای سعیدی، یکی از مشکلات دیگه کارآموزای ما این هست که در بدو شروع حرفه وکالت سراغ تخصص گرایی برن، پرونده های خاصی رو بگیرن یا نه پرونده های متنوع قبول بکنن، از هر پرونده‌ای قبول بکنن. نظر شما در این خصوص؟ با توجه به اینکه الان در کلیه علوم مسیر به طرف تخصص هست، تخصص گرایی هست در تمام علوم، در تمام فنون، خب خیلی بهتر هست ارجح اینه که واقعا دنبال رشته که علاقه‌مند هست، فکر میکنه با روحیاتش سازگار هست، دنبال همون تخصصه بره، پرونده هایی که تصور میکنه بتونه با توجه به روحیاتش، با توجه به مطالعاتی که داشته، با توجه به شرایطی که داره، طبیعی که خیلی بهتر هست که اگر بتونه، که بندم توصیه میکنم که حتما همین روند رو ادامه بدن، دنبال تخصص خاصی برن، فرض کن برن فقط در امور ثبتی یا فرض کنید امور کیفری برن، باز امور کیفری هم باز میشه دسته بندیش کرد، یا در امور حقوقی خاص یا در امور خانواده، حتی همون مسائلی که میفرمایید رشته‌های مختلف که حالا چه حقوقی چه کیفری، که حالا یا فرض کن ثبتی هم که زیر مجموعه های حقوقی هست، حتی همونا رو نگاه تخصصی تر بهش نگاه بکنن. بله. حالا با توجه به اینکه نزدیک 7 اسفند هستیم و روز وکیل، شما اگر بخواید یه توصیه‌ای به وکلا بکنید یا اینکه یه هشداری بهشون بدید، به خصوص به کارآموزان و وکلای جوانتر، چی میفرمایید بهشون که سرمشق خودشون قرار بدن؟ توصیه من این هست که با توجه به، یعنی ما همیشه افتخارمون این بوده، بالندگیمون به این بوده، شعارمون این بوده که استقلال وکیل حفظ بشه، صرفاً از این جهت نیست که ما فقط بیایم ادعا بکنیم که ما یه نهاد هستیم با شخصیت حقوقی مستقل که زیر نظر هیچ سازمان یا اداره دولتی نیستیم. این یه بودشه. یه بودش اینه که واقعا اون شخص، عرض کردم، از جهت حتی قبول وکالت هم استقلال داشته باشه، یعنی خودش رو وابسته به پول موکل اینطوری تصور نکنه. من واقعا دارم بگم نگاهمون باید نگاهمون به شغل وکالت به عنوان شغل نباشه. شاید هممون تک شغلی هستیم، خوبم هست. اگر بیایم فقط نگاه بکنیم که اینکه میفرماد استقلال فقط استقلال این از نظر ظاهر نباشه که ما استقلال داریم، زیر نظر قوه قضاییه نیستیم یا زیر نظر اصلا قوای حاکمه نیستیم. این یه بعد داستان. استقلال تعریف دیگه‌ای داره. استقلال رأی برای شخص وکیل موقع دفاع خودش یه بحث جداگانه و دیگه‌ای. این میطلبه اینی که موکل این ذهنیت رو نداشته باشه حالا من چون پول دارم، پول میدم، حق الوکاله میدم به موکلم، به وکیلم، معذرت میخوام، حق الوکاله میدم به وکیلم، هر امر نهی میتونم من داشته باشم. این بعد جا بیفته برای وکیل که من نیستم که نیاز فرض کنم به پول موکل دارم که قرار باشه هر امر نهی رو ایشون به من بکنه، هر کار خلافی رو به من بگه به خاطر حق الوکاله که میگیرم. من این توصیه رو میکنم خدمت همکارانم، حتما بهتر از بندم میدونم، که من برای حق الوکاله قرار نباشه که هر کاری رو به انجام بدم. استقلال رأی داشته باشم، استقلال فکر داشته باشم، فقط هدفم این باشه که از حق دفاع. اینا من در پایان خدمت شما بگم جناب اویسی، واقعا تبعاتش تو زندگی آدم‌ها وارد میشه. یعنی به هر پرونده‌ای رو به هر قیمت، شاید در وادی امن من تصور بکنم خب حق الوکاله خوبیه بگیرم، شاید زندگی ظاهری من خوب تامین بشه، میدونم ماشینم مدلش بالاتر بره، خونم جاش بهتر بشه، اما شک نکنی من نزدیک عرض کردم به فرمودید حضرت عالی به این
30 و خورده ای سالی که وکالت میکنم دیدم که تبعات و آثارش واقعا تو زندگی وکلا هست و وارد میشه. یه پرونده‌ای که من میدونستم فرض کن طرفم حق نداره و رفتم دفاع کردم، تاوانش رو پس میده. هممون همه وکلا هم هستیم. من در اون مقام نیستم که خدا نکرده درس اخلاق بخوام به کسی بدم. خودم نیاز دارم به این توصیه، ولی آثارش واقعا تو زندگی ماها وارد میشه. حالا چه بخوایم چه نخوایم، اگر یه کسی رو که احقاق حق براش کرده باشی، علی‌رغم که پولی هم ازش گرفته باشی، اون آثار مثبتش میاد تو زندگیمون. و اگر یه پرونده رو برخلاف اون گرفته باشیم، طرف حقی نداشته باشه، حتی اگر پولم نگرفته باشیم، حتی اگر به صلح و سازش هم خاتمه پیدا بکنیم، چون ما یکی از تکالیفی که وکلا دارن اینه که طرفین رو دعوت به صلح و سازش تو پرونده ها میکنن. ولی صلح داریم تا صلح. جناب شما میدین گاهی اوقات طرف مقابل ما ناچارن تن به صلح میده. بله. یعنی از روی رضا و اراده باطنیش نیست، قصد باطنیش نیست، ناچاره دیگه میاد فرض کن به مصالحه تمومش میکنه. ولی من وکیل واقعا باید ببینم اسمش صلح هست. شاید در قالب در ظاهر قضیه این صلح باشه، اما واقعا باید ببینم رضایت قلبیه هست یا نه. به خاطر همینه، به خاطر اون قسمی که خوردیم، چون هم قانونگذار این رو بهش توجه داشته، هم خودم وقتی وارد این عرصه وکالت میشیم بهش میرسیم. شاید دوستان جوان ما تصور بکنن که این حالا من طرف رضایت داشت، صلح کرد، به اصطلاح سازش کردیم با هم دیگه، فقط احراز بشه. واقعا تا اونجا که میتونیم واقعا میتونیم تشخیص بدیم، در توانمون هست که حق رو از ناحق تشخیص بدیم، باید تلاشمون این باشه که واقعا توی مسیری بیفتیم که داریم احقاق حق بدیم. جناب آقای سعیدی، ما خیلی خوشحالیم، باعث افتخار ماست که شما امروز وقت گذاشتید، ما استفاده کردیم از تجربه های شما. ما این قسمت اول برنامه چارچوب هست که با توجه به دستور شخص حضرت عالی که فرمودید این برنامه رو برای کارآموزها انجام بدیم که یه خورده با این حرفه وکالت، چون واقعا حرفه یا هنر وکالت تو هیچ کتاب و جزوه‌ای نیست، ما باید فقط تجربه های دیگران رو به وکلای جوانتر انتقال بدیم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. اگر سخن پایانی کوتاه دارید ما به گوش جان میشنویم. برای همه دوستانی که وکلای جوانمون که پا بر عرصه وکالت میذارن، براشون آرزو موفقیت میکنم. بعد اون توصیه، واقعا اون توصیه رو میگم بعد از چندین سال، نه اینکه توصیه عرض میکنم، نه نصیحت، نه سفارش، واقعا توصیه شون میکنم که از قبول هر وکالتی خودداری کنن. اول واقعا باید ببینن طرف حق داره، یعنی موکلشون حق داره. یعنی این توصیه قلبی من هست، توصیه اعتقادی من هست. منم شاید جوان که بودم اینها رو نمیدونستم، ولی تو این چند سالی که وکالت کردم به این تجربه رسیدم. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم، برای همه همکارام در سطح ایران، در سطح کل کشور، یعنی در کل کشور آرزوی موفقیت میکنم. آرزو میکنم که هم دارای آرامش باشن و هم دارای آسایش، هر دوش با هم. امیدوارم همینجور که شما مؤسس و بنیانگذار کانون وکلای دادگستری قم بودید، سایتون همیشه به سر قانون مستدام باشه. ممنون از شما که وقت گذاشتید. قربون شما، خواهش میکنم. بزرگوارید. قربونش. با تشکر از بینندگان عزیز و همچنین جناب آقای سعیدی که امروز وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن، همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.